اومدیم با بازیه رفت بازی که البته قبل اینکه من بگم چه بازیه، چون همتون میدونید و نمیخوام حرف الکی بزنم، اسم خودم میخوام بگم کی. من نمیدونم چرا اسم گذاشتم کی، ولی خب کلید منظورم عزیزم، فقط اون آره منظورم کایه، ولی خب کی به هر حال ما میخونیم کی. خب آقا بزنیم بریم. من هیچی حرف نمیزنم. میخوایم چیکار کنیم؟ به مپ هم نگاه نکنیم. من create a new world. oh my god. خب بچه ها میخوایم بریم یه بازی، اونم بازی ماینکرافت چی؟ هاردکور. من نوب سگ میخوام برم هاردکور. منی که ماینکرافت بازی نکردم میخوام برم هاردکور. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد دیگه آدمک. خب ریسورس پک من 2 تا دارم. من اینو زده بودم گوزه، اینم زدم گوزه، تو کلا گوزه. نمیزنم من نمیزنم. بریم هاردکور. بریم هاردکور. میگه چی؟ میگه hear what you need to know about hardcore mode. When you die you will not respawn. Game over. اینو میدونم. Hardcore mode can't be turned off often the world is created. Oh my god. بله. After you dead you can see but not interact with this world. خب ما میزنیم don't show me again و بریم شروع کنیم ماینکرافت هاردکور رو. لودینگ داره میکنه. خب بچه ما هدف داشته باشه این ویدیوها دیگه. به هر حال هدف ما چیه؟ زنده موندن. من هدفی به جز زنده موندن ندارم، میدونین؟ واقعا نباید هدفی به جز زنده موندن داشته باشه داخل ماینکرافت هاردکور، چون که فعلا نباید بمیریم میریم تموم میشه بچه این سری. و امیدوارم همین قسمت اول زارت تموم نشه. بابا ناموسن ولم میکنن، کجا منو اسپان میکنن آخه اینا؟ ای خدا ای خدا ای خدا. منم خود زجه دارم میزنم. بابا خدا لعنتت کنه الهی. چرا آخه بابا من اول بازی میندازی دهن تو سرویس، من اول بازی میندازی برف تو یخ. نامرد. من هاردکورم لامصب و منو میندازه. استعلام میگیرن چیه قسم عدد تو شمون جیل تو بخورم. خب یه دونه این، یه دونه این، یه دونه این، بعد این، بعد این و بعد این. خب من خب بریم بالا، شاید حالا شانس به همون رو کرد و لعنت بهت نیفتم بالا. بابا این بابا برفی ایگولو گولی به گولی. این شانسمون خوب بود. ممنون موجان. اینا هم داشتم بهش بعدی میگن. و تخت خوب، حداقل تخت اول بازی رو به دست آوردیم. اینو میتونیم میدونم و تو نداره این اجی نداره. چه ایگلو بی بخار پیدا کردیم چی؟ این چی بود پیدا کردیم؟ استعلام میگیرن چیه قسم بابا حداقل گوشتو میدادی. بقار هورا نداره. دلم در میاره. مدام قار بی بخاری ولش.
فعلا بریم فعلا. فقط امیدوارم داخل پاودر اسنو نیفتم. استعلام میگیرن چیه قسم. این بنازم آجی، واقعا شانس به این میگن. برف اومدیم به چیز جنگل. خیلی منطقیه. مرسی ممنون موجان جان. خوشحالم. خوشحالم. من بچه اینا رو میخوام بکنم چون اینا منبعی که اگر زغالامون تموم نکنیم، که اگر زغالامون تموم نکنیم، منظورم اینه که زغالامون اصلا چیه بی هدر. بابا من چرا انقدر بد دارم حرف میزنم؟ متوجه میشین من چی دارم؟ اینجا بر من بود قبرستان مثلا. و آخ جانم آجی، اینجا رو دوست دارم و مس خوبه به هر حال، بهتر از هیچی. حداقل میتونیم یه زرهی بسازیم. حداقل زره داریم برای هاردکورمون. خوبه همین. خدا رو با 1000 مرتبه شکر کرده. استعلام میگیرن چیه قسم. 10 تا خوک بیف زدم منو هی آقا همینجا خونمون رو بسازیم. من میگم اوکیه، بذار من بیشتر جمع کنم. من میگم همینجا خوبه بسازیم، سر اینکه دیگه هم دریا هستش، غذا بی نهایت. فقط چون لگم من خدا، غذا بی نهایت و اینکه سنگ بی نهایت. این خیلی مهمتر از همه چی. سنگ وقت کل بی نهایت بچه بی نهایت که نمیشه گفت، ولی خب بهتر از هیچی. پس من وسایل و مناسب رو اینجا قرار میدهم چون من دارم اینو میزنم. خب ریسپان هم ست میکنم و آهن رو اول بسازیم. نه اینو بسازیم. خب بچه من لگو درستش کردم و من آهن رو میذاریم اینجا. حدود 2 تا نیازه. 2 تا رو ببینم اینا چند تا. به آقا به فارمو نگاه کن. فارمو نگاه کن. خب ما بریم لوازم و وسایل. اول از همه چست پلیت، بعد شلوار که لخ نباشیم و یه دونه کفش که به هر حال از واجباته. ببوشیم فقط کلاه نداریم. هورا خب الان کلاه هم جور میشه دیگه. اگه نه باید جور شه. من نمیفهم. جور شد. چست پلیت هم تا جور. خب الان وسایل چیز که من فقط یه دونه کلنگ بسازم چون کلنگه یه در مرز خراب شدن. البته قبل اینکه از اون استفاده کنیم بذار اول از این استفاده کنیم تا این تموم شه. و اینکه اینم بزنیمش اینجا. خب اینو میذاریمش اینجا. 2 تا رو ور میداریم و اینکه آقا خونه اینجاست بچه ها. تا الان تا اینجا یه دونه خونه ساختیم. این قسمت با کارهای خیلی 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 مهمی انجام دادیم. کارهایی که مثل زره فول آرمور مسی شدیم. حداقل نمیمیریم. میدونی حداقل نمیمیریم. این خیلی مهمه. الان یه زامبی میاد یا میکشه ما رو تبدیل به گوزمون میکنه. البته عیبی نداره. و یه دونه تخت از ایگلو پیدا کردیم و اینکه 2 تا آهن به دست آوردیم. و قسمت بعدی میایم اینجا رو خوشگلش میکنیم. یه دونه خونه خوشگل میسازیم. پس تا ویدیو بعدی و ساخت خونه فعلا بای.